سلام بچه‌ها، خوش اومدین به ویدیو جدید. بعد از مدت‌ها قراره یک ویدیوی مدل درست کنیم که داخل استودیو نشستیم و راجع به مسائل بهره‌وری و کار و اینا می‌خوایم صحبت کنیم. البته بچه‌هایی که دوره منو خریداری کردن، دوره بیزنس رو، به این فضا عادت دارن، ولی خب بچه‌های یوتیوب خیلی وقت فکر کنم همچین فضایی رو ندیدین. به هر حال امروز قراره بهتون بگم که من چجوری توی یک سال گذشته، یعنی بهترین روشی که پیدا کردم چی بود که من خیلی کمک کرد بهره‌وریم رو افزایش بدم و ازش واقعا راضی بودم و میخوام اینم با شما به اشتراک بذارم که بتونین توی سال جدید استفاده کنین. و اونم چیزی نیست جز کار عمیق که برگرفته از اون کتاب کار عمیق هست، دیپ ورک. من الان هر چی گشتم توی خونمون که اون کتاب رو بیارم پیداش نکردم توی کتابمون، نمیدونم کجا گذاشتمش. خلاصه در حال کتاب دیپ ورک امروز قرار راجعش صحبت کنیم و چیزایی که من ازش یاد گرفتم و چرا خیلی بهتون توصیه میکنم. میگم به من خیلی کمک کرد و هنوزم خیلی انگیزه دارم. و اینم راستشو بگم، خب معمولا وقتی کتاب میخونیم متاسفانه بعد از یک مدت یاد میره. من یک سال گذشته الان ازش و الان که خواستم این ویدیو رو درست کنم اومدم نشستم و یکم گوگل کردم راجع به کتاب دوباره چیز کنم، مخصوصا اینکه کتابو پیدا نکردم. بعد دوباره یه سری از اون مباحثش رو مثلا مرور کردم، خوندم، خیلی دوباره بهم انگیزه داد که دوباره مثلا من خودم اینا رو فراموش کردم و باید مثلا برگردم دوباره اینا رو اجرا کنم. و خلاص خواستم بگم که اینم مثلا پیش میاد که شما فراموش میکنی و دوباره مثلا نیاز به یک یادآوری داری، یه هول داری. خلاص اینم یه چیز عادی و طبیعی هست. خب حالا میخوام بهتون بگم که من چرا فکر میکنم که این کتاب خیلی به دردم خورده. بحث استارتاپ هم هست، میدونم شما ناراحت میشین که من هنوز به شما نگفتم چیه. دلیلش هم میتونم اینجا اصلا خیلی کوتاه براتون تعریف کنم که چرا هنوز معرفیش نمیکنم. حالا اون دلیلی که توی ویدیو قبلی گفتم و بعدش یه چیز جدید اضافه شد، یه دلیل دیگه که خودم پیدا کردم. یعنی من اصلا قرار بود بعد از یه مدت به شما معرفیش کنم. خب ببینید بچه‌ها، من تنهام اینجا دارم روی بیزنسم کار میکنم و خب غالبا هدف من اینه که اینو موفقش کنم و مخصوصا این پیج اینستاگرام خیلی به بخش مهمی از این بیزنس هست. چیزی که کم کم متوجه شدم این بود که بعضی از شما که حالا پیج پیدا می‌کردین، خب فالو می‌کردین، بعد لایک می‌کردین، کامنت می‌ذاشتین با هدف قاعدتاً کمک کردن به من و منم خوشحال بودم براش. ولی کم کم متوجه شدم که اینستاگرام بیزنس من که اصلا آلمانیه کلاً داره به اصطلاح میره توی اکسپلور ایرانی‌ها و فقط اونا ساجست میشد و این کم کم داشت، یعنی داره آسیب میزنه به پیج من و من میدونم اگه معرفی کنم خیلی میرن فالو میکنن پیجو و میخوان حمایت کنن، یعنی لطف دارن میخوان حمایت کنن، ولی نمیدونن که از اون طرف دارن آسیب میزنن. البته قاعدتا من خوشحال میشم که مثلا یک عدد بالایی داشته باشه تعداد فالوورها، خب مثلا پرستیژ بهتری داره برای بیزنس. ولی خب وقتی که به اون آلمانیا که به اصطلاح اون کاستمر اصلی هستن و هدف هستن نشون داده نشه و فقط بره توی اکسپلور ایران، خب این به درد من نمیخوره و یه جوری آسیب هست حتی برای من. و از طرفی هم خیلی میان کامنت فارسی میذارن، مثلا میگن که کی ایرانی لایک کنه اینا و کامنت های این مدلی. خب یه نفر که مثلا خارجی میاد اینو میبینه بعد شک میکنه، میگه اصلا همه کسایی که دارن لایک میکنن مثلا آلمانی نیستن، اینا کجان؟ بعد باعث میشه که پیج مثلا فیک به نظر برسه، یعنی اصلا بیزنس مثلا کم مشکوک به نظر برسه، چون اونا که نمیدونن که داستان چیه. خلاصه این دلیل بزرگیه که، یعنی دلیل واقعا دلیل نبوده، کم کم خودم متوجه شدم و برای همین متاسفانه نمیتونم بگم دقیقاً چیه بیزنسم. از این بیام بیرون. میدونم الان ناراحت میشین، دوباره خیلی میگن که نه این دلیل اشتباهیه، ولی خب چاره‌ای ندارم. یعنی دوست دارم بهتون بگم ولی خب خیلی میخوان حمایت کنن و میرم اونجا کامنت میذارن و این بد میشه برای من. اگه که مثلا برین نگاه کنین اشکال نداره، ولی نه لایک کنین نه فالو کنین، نه این آسیب میزنه به پیج من، چون الگوریتم اینستاگرام اینجوری تصمیم میگیره. اوکی، خلاصه خواستم بگم که راجع به استارتاپم من خیلی به من کمک کرد این قضیه دیپ ورک، مخصوصا که من یک سال پیش دقیقاً شروع کردم، یعنی نوامبر 2022 شروع کردم با این استارتاپم و اون موقع هم کتاب رو داشتم میخوندم و تمومش کردم تقریبا. و خب من توی بیزنسم قاعدتاً رقیب‌هایی وجود داره و بعضیاشون مخصوصاً خیلی بزرگن. یعنی مثلا یکیشون یه استارتاپ بود خودش، ولی خب یه شرکت خیلی بزرگ آلمانی پشتشه که توش سرمایه گذاری کرده و یه جوری من دارم با اونا رقابت میکنم و اونا خب تیمن، میگم یه شرکت بزرگتر پشتشه، حمایت مالی میشن، حمایت مثلا از هر
جانبی که نیاز داشته باشن بهشون حمایت میشه. ولی من تنها اومدم یه شرکت ثبت کردم و دارم تقریبا همون کار ولی بهترش دارم انجام میدم و برای همینم امیدوارم که بتونم هنوز مثلا دووم بیارم و هنوزم تا الانم خوب بوده، یعنی خوب پیش رفته. خواستم بگم که این کتاب من خیلی کمک کرد و مخصوصا من میگم با این کتاب بر این باور بودم که من میتونم با دیپ ورک و کار تمرکزی حتی از مثلا یک تیم بهتر کار کنم، که میگم حالا اونا 3-4 سال توی بیزنسن فلان، ولی خیلی من به نظرم خوب پیش رفتم توی این 1 سال که شروع کردم با این بیزنس و الان چندین مشتری دارم و واقعا خوشحالم و برای همین دوست داشتم به شما بگم این روش واقعا من کمک کرد و اونم چیزیه که بر اساس در واقع ساینس هست، بر اساس علم هست و الکی نیست مثلا همینجوری این نفر بیاد احساساتشو بنویسه توی کتاب. حالا من پیدا کنم تکستشو دقیقاً. یه اتفاقی که میفته اینه که وقتی که شما به اصطلاح کار تمرکزی انجام میدین این تمرین میشه برای مغزتون، چون که هرچی بیشتر اینو تمرین کنین میلین های بیشتری کنار نورون های مغزتون، مدارهای مغزتون شکل میگیره که این باعث میشه کم کم که شما راحت تر بتونید تمرکز کنین و کار تمرکزی انجام بدین. کلا چیزی که این کتاب داره میگه اینه که مثلا فرض کنید 1 ساعت بشین تمرکز کنی بدون هیچ حواس پرتیی. حالا من گوشی نشون میدم چون برای من بیشتر این حواس پرتی اینه. میتونین خیلی بیشتر مثلا کار انجام بدین نسبت به وقتی که حواستون پرت میشه. بعد اینو خب من توی یک ویدئوی خیلی وقت پیشم گفته بودم، این چندین سال پیش، که من چجوری تمرکزی کار میکنم. این بود که پومودورو میذارم 1 ساعت و نیم کار میکنم. حالا اگه نمیدونید خیلی کوتاه میگم. یه دونه تایمر فرض کنین میذارین، حالا برای براوزر اکستنشنش هم هست میتونین بگیرین، من اون استفاده میکنم که بهش میگین که چند دقیقه‌ای میخواین باشه. من حالا 90 دقیقه گذاشتم 1 ساعت و نیمه و 1 ساعت و نیم رو روشن میکنین و اون 1 ساعت و نیم باید تمرکزتون فقط روی کارتون باشه و دیگه حواس پرتی نباشه، که تلویزیون بخواید ببینین، اینستاگرام چک کنین، اینا نباید باشه و این خب کمک میکنه که شما اون تمرکز رو بگیرید. و توی این کتاب هم دقیقاً راجع به این صحبت میکنه، میگه اگه میخوای به اصطلاح چیزهای خیلی بزرگتر برسی توی زندگی باید دیپ ورک انجام بدی. دیپ ورک یعنی چی؟ یعنی همین که بشینی تمرکز کنی، ولی تمرکز واقعی و 100% روی اون کاری که داری میکنی، چیزای حواس پرتی رو بذاری کنار. و این خب قاعدتا اولش یکم سخته، کم کم شما میتونی مثلا خب عادت کنی به این و هی تمرین کنی. هر چقدر بیشتر حواست پرت بشه خب قاعدتا این بیشتر خستت میکنه و کم کم وقتی که شما خیلی تمرکز کنی میتونه بهتون کمک کنه که در واقع آسان‌تر بشه براتون، مخصوصا به خاطر اون چیزایی که گفتم دور نورون‌های مغزتون شکل میگیره. این مخصوصا باعث میشه که آسان‌تر بشه. پس دقیقاً مثل یک ورزش دیگه، هرچی شما بیشتر تمرین کنین براتون آسان‌تر میشه. خلاصه کل داستان این کتاب اینه. حالا من یک بخشایش رو که اینجا نوشتم سریع میکنم به فارسی ترجمه کنم. میگه برای اینکه برسی به بهترین مثلا درجات خودت، به بهترین چیزایی که شما مثلا قادر به انجامش هستی، باید دیپ ورک انجام بدی، باید کار عمیق انجام بدی. یا اینکه مثلا توانایی سریع مستر شدن یا حرفه‌ای شدن داخل کارهای سخت و یا تولید یه چیزی در حد خیلی مثلا بالا از نظر کیفیت و سرعت، هر دوی اینا نیاز به این داره که یعنی توی این جامعه امروزی، توی اقتصاد امروزی نیاز به دیپ ورک داره. دقیقاً کسایی که خیلی موفق میشن توی این دور و زمونه در واقع تفاوتشون با کسایی که حالا نمیتونن خیلی موفق بشن توی همینه که اونا میتونن دیپ ورک داشته باشن و میتونن تمرکز کنن و روی چیزی واقعا فوکس داشته باشن. و حالا صحبت از تمرکز شد، میخوام یه چیزی همینجوری اضافه بهتون بگم. خب من توی 1 سال گذشته قاعدتا یوتیوبم خیلی خوب پیش نرفت به خاطر استارتاپم بود و میخوام اینو بهتون بگم. خب تمرکز وقتی که تقسیم میشه، مثلا این چون استارتاپ بود و از صفر شروع شده بود، همه چیش از صفر، یه شرکت رو بسازی خیلی کار داره، کسایی که استارتاپ کار کردن میدونن. خلاص اینکه از صفر همه چی خودت بسازی و پیش ببری خیلی انرژی و زمان میخواد و برای همین قاعدتا من نتونستم خیلی خوب تمرکز کنم و تمرکزم روی یوتیوب کم شد. برای همین یوتیوبم هم خیلی خوب پیش نرفت. خلاص خواستم بهتون بگم دقیقاً توی این کتابم راجع به همین صحبت میکنه که مثلا تمرکز رو اگه شما پخش کنی خب سخت‌تر میشه و برای منم دقیقاً این سختی رو من متوجه شدم. خلاص خواستم همین رو بهتون بگم دیگه. من الان مثلا خیلی ها هستن که بهم پیشنهاد یک تجارت دیگه میدن، یه بیزنس جدید میدن و میگن بیا مثلا با هم دیگه همچین کاری کنیم اینا، و من
همه رو مثلا چه بخوام چه نخوام رد میکنم. میگم مگه اینکه یک ایده خیلی خفن باشه، واقعا عالی باشه، میگم اوکی استارتاپمو میذارم کنار و میام رو اون کار میکنم. چون که میدونم که نمیتونم یه چیز سوم رو به دست بگیرم الان، یعنی اصلا همین دوتاش هم خیلیه. خلاصه اگه میخواین توی یه چیزی خیلی موفق باشین، لیزر فوکس بهش میگن. مثل لیزر باید تمرکز کنین روش و تمرکزتون تمام و کمال بذارین روی اون چیز. حالا یه مثال دیگه خیلی کوچیک بگم. من چند وقت پیش حتی اینستاگرامم داره افت میکنه، از 301,000 فالوور رسیدم به 298. شاید وقتی ویدیو رو می‌بینید باشه 297، نمیدونم. خب این یکم ناراحت کننده هست، ولی از طرفی هم میدونم من تمرکز روش نذاشتم، وقت دارم روش نمیذارم و اینم مثل یک بیزنسی داره افت میکنه. قابل انتظار دیگه وقتی تمرکز نذاری روش این اتفاقا پیش میاد و من اینو قبول کردم. چیزای دیگه هم که میگه، حالا من همه انگلیسیشو میگم، ممنون میشم ادیتور زحمت فارسیشو بکشه، چون من آنی بخوام ترجمه کنم یکم ریپ میزنم و طول میکشه. To learn hard things quickly, you must focus intensely without distraction. The key to developing a deep work habit is to move beyond good intentions and add routines and rituals to your working life designed to minimize the amount of your limited willpower. اراده شما محدوده و مثلا یک سطلیه که شما داخلش مثلا یک حدی دارین در روز و همونقدر میتونید استفاده کنید و شما هرچی تمرکزتون کمتر بشه از این چیزی دارین استفاده میکنین، از اون ارادهتون، چون مجبورین دوباره از اون اراده استفاده کنین که برگردین به کارتون و این باعث میشه که شما خسته بشین و کم کم از این زده بشین. و توی این کتاب میگه که شما اگه که از این چیزی که محدوده، چون اراده شما در روز محدوده یا کلا محدوده، سعی کنین از این استفاده نکنین، سعی کنین انقدر تمرکزتون رو خوب کرده باشین که دیگه این کم کم بره کنار و شما مثلا یکم ازش استفاده کنین که خستگیتون هم کمتر بشه. خلاصه راجع به این صحبت میکنه. بعدم که راجع به همون میلنین The new science of performance argues that you get better at the skill as you develop more myelin. من نمیدونم چجوری تلفظ میشه این میلین که چیز دور نورون هات. Myelin. Around the relevant neurons, allowing the corresponding circuit to fire more effortlessly and effectively. To be great at something is to be well myelinated. خلاصه اینم همونه دیگه که راجع به تمرکز گفتم. باز بچه ها راجع به استارتاپ من یه چیزی بگم، مثال میخوام بزنم، چون که میگم واقعا دیپ ورک به من ثابت کرد که شما میتونید خیلی کار رو انجام بدی و اونم اینه که توی استارتاپ هایی که من کار میکردم از قبل، معمولا یه شرکت بزرگ پشت اون استارتاپ هست که مثلا سافتور کامپانیه و خب برای ما خیلی راحت بود دیگه، یعنی پول همیشه فراوون اونجا آماده بود و مثلا پول رو تزریق میکردن. برای همین به نظرم اون استارتاپ هیچ وقت نمیتونه خیلی خوب کار کنه. مثلا ما یه تیم نزدیک 25-6 نفره بودیم توی این استارتاپ دیگه، استارتاپ که 25 نفر خیلی هن. توی این تیم بودیم و باز هم ما فقط 25-6 تا بعد از چندین سال کارا، یعنی این استارتاپ نزدیک 7-8 سال خدمت داره، 7-8 سال نه ولی خب مثلا 4-5 سال خدمت داشت. بعد تعداد مشتری هایی که شرکتمون داشت 20 شاید 2-3 نفر بود و من الان به این عدد تقریبا نزدیکم، یعنی من نصف این عدد رو مشتری دارم. شما تصور کنین منه که تنها بدون هیچ پشتیبانی که یه شرکت بزرگ پشتم باشه بخواد بهم پول بده و همه راهو برام آماده کنه، داستانهای قانونی مثلا حقوقی که مثلا بیان برای شرکت ما اینجوریه دیگه، تمام حسابداریشون اتوماتیک انجام میشه چون شرکت بالادستی هست، تمام چیزا آماده است، یعنی شما فقط باید کار کنیم اونجا. اصلا تو کت من نمیره که دارم استارتاپ انجام میدم. خلاصه تمام این کارا رو من باید خودم انجام بدم و خودم از پسشون بر بیام. قاعدتا خود ایده‌ام خیلی خوبه، ایده‌ام خودش مهمه که چی هست و فقط کار خالص نمیشه مثلا جوابگو باشه. ولی خواستم بگم که من مثلا که تکیه‌ام، حالا نمیخوام خیلی از خودم تعریف کنم، ولی خب تونستم مثلا نصف تعداد مشتریایی که اونجا داشتیم، مشتری که پول میدادن، مشتری زیاد داشت ولی مشتری که پول پرداخت میکردن ماهانه من مثلا بیشتر نه ولی خب نصفش دارم. خلاصه خواستم اینو بگم و این که چیزام بگم بچه‌ها، راجع به سرزنش کردن هست. خیلی ویدیو طولانی شد میدونم، ولی اگه که لغزشی دارین توی این مسیر ناراحت نشین، خیلی
طبیعیه. متاسفانه خود منم میگم اون اول کار که شروع کردم این پروسه رو انجام بدم خیلی خوب پیش رفتم و خیلی خوب تمرکز میکردم. بعد از یه مدت فکر میکنم فراموش کردم همین داستانا رو و این باعث شد که کم کم تمرکزم کمتر بشه و این خب یکم بده. الان که واقعا دارم درست میکنم دوباره میخوام سعی کنم برگردم به اون حالتی که تمرکز کامل دارم و خیلی خوب بود و همین دیگه. و اینم بهتون بگم کلا 3-4 ساعت تا 5 ساعت در روز شما بیشتر نمیتونین کارت با تمرکز انجام بدین. فکر نکنین که الان میتونین بشین 8 ساعت مثلا انجام بدین و اگه شما 3 ساعت هم در روز کار کامل با تمرکز انجام دادین بدونین که موفقیت خوبی بوده و خودتون خیلی خسته نکنین، چون همون 3 ساعت هم خیلی انرژی میبره وقتی که با تمرکز کامل باشه. و یه نکته دیگه که الان یادم اومد بگم اضافه تر یو الان خارج از برنامه اینه که حالا فرض کنید من دارم روی استارتاپم کار میکنم، چون قبلا مثالی می‌زدم که بین استارتاپ و یوتیوب تمرکز تغییر میکنه، ولی خود روی استارتاپ هم اونجا بالاخره یه سری تاسک دارم و توی این کتاب میگه که شما اگه مثلا از این تاسک A پریدی تاسک B که توی همون زمینه هم هست، این تا یه مدت توی فکرت اون تاسک A هنوز هست، هنوز اون تاسک قبلی توی ذهنت هست و این یکم طول میکشه تا از بین بره. مخصوصا اثرش بیشتره اگه اون تاسک A رو هنوز تموم نکردی. پس خوبه که شما تاسکا رو بتونین تموم کنین، مثلا تا جایی که میشه کوچیک نگهشون دارین اگه زیادن، که مطمئن بشین اون تموم شده و بعد بپرین تاسک بعدی که اینجوری تمرکزتون هم خیلی بهتر باشه روی هر کاری. راستی توصیه میکنم که این کتاب اصلا دوست داشتین بخرین و بخونینش، چون قاعدتا خیلی بهتر از من راجبش صحبت کرده و شاید خیلی بهتر کمکتون کنه. اوکی بچه‌ها، ممنون میشم ویدیو رو لایک بکنین. ویدیو به پایان رسید. مرسی که تا اینجا تماشا کردین. دوستون دارم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.